به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با رمانی بسیار زیبا شروع میکنم. این رمان بسیار معروف هستش، قطعا اسمش به گوش شما رسیده. ممکنه بعضیا هم این رمان رو خونده باشن. این رمان خیلی طولانی هستش. من ترجیح میدم مقدمه نویسنده، مقدمه مترجم و نتیجه کتاب رو برای شما بخونم و داستان اصلی رو شروع نکنم، چون که باید نصفه تمام کنم. اما نتیجه کتاب مشخص کننده کل این کتاب هستش. رمان وقتی نیچه گریست، نویسنده آروین د یالوم و ترجمه سپیده حبیب هستش. رمانی درباره وسواس. چاپ اول این کتاب در توسط نشر قطره بوده و این کتاب چاپ 8مش هستش که در اختیار منه و در پاییز 1389 توسط نشر قطره در تهران چاپ شده. این کتاب بسیار زیباست و نوشته پشت جلد این کتاب هستش که اون رو برای شما میخونم و سپس با هم دیگه کتاب رو شروع میکنیم. وقتی نیچه گریست، آمیزه‌ای از واقعیت و خیال، جلوه‌ای از عشق، تقدیر و اراده در وین خردگرای سده 19 و در آستانه زایش دانش روانکاوی. فریدریش نیچه، بزرگترین فیلسوف اروپا، یوزف برویر از پایه‌گذاران روانکاوی، دانشجوی پزشکی جوانی به نام زیگموند فروید، همه اجزایی هستند که در ساختار رمان در هم تنیده می شوند تا حماسه فراموش نشدنی رابطه خیالی میان بیماری خارق‌العاده و درمانگری استثنایی را بیافرینند. در ابتدای رمان لو سالومه، این زن دست نیافتنی، از برویر می‌خواهد تا با استفاده از روش آزمایشی درمان با سخن گفتن به یاری نیچه ناامید و در خطر خودکشی بشتابد. در این رمان جذاب دو مرد برجسته و اسرارآمیز تاریخ تا ژرفای وسواس‌های خویش پیش می‌روند و در این راه به نیروی رهایی بخش دوستی دست می‌یابند. دکتر آروین یالوم، استاد روانپزشکی دانشگاه استنفورد، گروه درمانگر و رواندرمانگر اگزیستانسیال، در خلال این رمان آموزشی به توصیف درمانهای رایج برای وسواس فکری که هر دو شخصیت داستان به نوعی گرفتار آنند میپردازد، ولی در نهایت روش رواندرمانی اگزیستانسیال و رابطه پزشک بیمار است که کتاب بیش از هر چیز در پی معرفی آن است. دکتر سپیده حبیب، مترجم این کتاب، خود روانپزشک است و با یادداشت‌های متعدد خود درباره مفاهیم تخصصی روانشناسی، روانپزشکی و پزشکی درک این اثر برجسته را برای خوانندگان غیر متخصص در این زمینه بسیار آسان کرده است. با من همراه باشید که وقتی نیچه گریست رو شروع کنیم. ابتدا چند جمله برای نشان دادن زیبایی این کتاب. برنده مدال طلای باشگاه مشترک المنافع کالیفرنیا در زمینه رمان نویسی. این کتاب تحقیقی موشکافانه و رمانی هوشمندانه و سرشار از تخیل، نوشته بوستون گلوب. کتابی نیرومند و معتبر، شگفتی در لحظه‌ای جادویی و تکان دهنده نهفته است. جهان کتاب واشنگتن پست. وقتی نیچه گریست، پس از سناریوی فروید، سارتر، بهترین داستان پردازی درباره متفکری بزرگ است. شیکاگو تربیبیون. آروین یالوم در این رمان تحسین برانگیز به عنوان داستان نویسی ورزیده و پیشگوی برجسته روح انسانی حق مطلب را ادا می کند. رولو می. وقتی نیچه گریست، پس از جلاد عشق، گامی رو به جلو برای آروین یالوم محسوب می شود.
او افکار ژرف انسانی را در لفافه داستانی بی‌نظیر بیان می‌کند. بیش از این چه می‌توان خواست؟ تئودور روزاک، نویسنده کتاب کورسو، رمانی افسونگر درباره برخورد خیالی نبوغ نهفته زیگموند فروید و فریدریش نیچه، داستانی دلربا و جذاب، شبه جزیره پالو آلتو، تایمز تریبیون. به حلقه یارانم که در طول سالها پشتیبانم بودند: مرت، جی، هرب، دیوید، هلن، جان، مری، سل، کتی، لوری، کارول، رولو، هاروی، رازلن، ستینا، هرن، دی، ماریان، باب و پت، به خواهرم ژان و به بهترین دوستم میریلین. به یاد مهندس مسعود طرفه که میخواستم از نخستین خوانندگان این سطور باشد تا کار از صافی عشق، فرزانگی و تجربه او گذر کند، ولی همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق میافتد. خاطره‌اش ماندگار. سپیده حبیب. شرح حال نویسنده. در 13 ژوئن سال 1931 در واشنگتن دی سی به دنیا آمدم. پدر و مادرم چندی پس از جنگ جهانی اول از روستای کوچکی به نام سلتس در روسیه نزدیک مرز لهستان به امریکا مهاجرت کرده بودند. خانه ما در طبقه بالای مغازه خاربارفروشی والدینم در خیابان سیتون واقع شده بود. در آن زمان شهر واشنگتن از مناطق جداگانه‌ای تشکیل می‌شد و من در قلب منطقه فقیر و سیاه‌پوست نشین آن زندگی می‌کردم. زندگی در آن خیابان‌ها با مخاطرات زیادی همراه بود و من پناه بردن به خانه و مطالعه را به ماندن در خیابان‌ها ترجیح می‌دادم. 2 روز در هفته نیز اجازه داشتم با دوچرخه به کتابخانه مرکزی شهر بروم و خوراک فکرم را تهیه کنم. در انتخاب کتاب‌ها مشاور و راهنمایی نداشتم. پدر و مادرم حتی از تحصیلات عمومی هم بی بهره بودند. هرگز کتاب نمی‌خواندند و تمام وقتشان به دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی می‌گذشت. کتاب‌ها را بوالهوسانه و بیش از هر چیز بر اساس نحوه چیدنشان در کتابخانه انتخاب می‌کردم. اول کتاب‌های بزرگی که در قفسه میانی چیده شده بود، یعنی زندگی نامه‌ها، توجهم را جلب کرد. 1 سال تمام را به مراجعه به همان قفسه گذراندم و از ای، جان آدامز تا زد، زرتشت همه را خواندم. ولی مأمن اصلی را فقط در داستان یافتم. داستان‌هایی که مرا به دنیایی متفاوت و بسیار راضی کننده تر از دنیای دور و برم می بردند و سرچشمه الهام و خرد بودند. آن روزها فکر می کردم رمان نویسی لطیف ترین کاری است که ممکن است از عهده انسانی برآید و هرگز از این اعتقاد دست بر نداشتم. طرز فکر حاکم بر یهودیان آن دوره مشاغل محدودی را برای جوانان مناسب می‌دانست. همه همسالان من یا به دانشکده پزشکی می‌رفتند و یا در کنار پدرانشان به تجارت مشغول می‌شدند. برای من دانشکده پزشکی به تولستوی و داستایوفسکی نزدیکتر بود. بنابراین با هدف ادامه تحصیل در رشته روانپزشکی پزشکی را برگزیدم. روانپزشکی رشته‌ای است با جذابیت بی‌پایان. همیشه با شگفتی و حیرت به بیمارانم نزدیک شدم تا راز داستانشان را بر من بگشایند. زیرا معتقدم هر یک داستان بی‌نظیر خویش را دارند، پس نیازمند درمانی متفاوت و منحصر به فردند. این دیدگاه به تدریج مرا از روانپزشکی تخصصی دور و دورتر کرد، زیرا به واسطه فشارهای اقتصادی موجود این دانش جهت عکس را در پیش گرفت
و به سوی فردیت زدایی و تشخیص بر اساس علایم موجود و درمان‌های یکسان کوتاه مدت و بر پایه روش‌هایی از پیش تعیین شده گام برداشت. نخستین نوشته‌هایم مقالاتی در نشریات تخصصی بود. اولین کتابم گروه درمانی نظری و کاربردی در 700,000 نسخه چاپ شد و به عنوان کتاب مرجع برای کارآموزان مورد استفاده قرار گرفت. این کتاب به 12 زبان ترجمه و تاکنون 4 بار تجدید چاپ شده است. ناشر این کتاب و کتاب‌های بعدی بیسیک بوکس است که با گرداندنش رابطه‌ای ممتاز و دیرین دارم. دلیل استقبال کارشناسان از کتاب گروه درمانی من استفاده از دسترسی‌ترین شواهد تجربی عنوان شد. ولی خودم تصور می‌کنم بخشی از موفقیتش مدیون داستان پردازی و آرایه‌های انسانی مختصری است که در کتاب به کار گرفتم. 20 سال است که دانشجویان آن را به عنوان یک رمان مطالعه می‌کنند. پس از آن کتاب‌های رواندرمانی اگزیستانسیال یا هستی شناختی، رشته‌ای که تا آن زمان کتاب مرجعی نداشت، و گروه درمانی بیماران بستری، راهنمای گروه درمانی بیماران بستری در بخش‌های روانپزشکی را منتشر کردند. کتاب گروه‌های رویارویی، اصول مقدماتی که گزارش یک پژوهش بود، در حال حاضر نایاب است. پس از اینها در تلاشی برای آموزش همه ابعاد درمان اگزیستانسیال به ابزار ادبی روی آوردم و در چند سال اخیر کتابی شامل داستان‌های رواندرمانی، جلاد عشق، 2 رمان آموزشی وقتی نیچه گریست و دراز کشیدن بر مبل راحتی و کتاب ماما و معنی زندگی، مجموعه‌ای از داستان‌های واقعی و تخیلی در رواندرمانی را تألیف کردم. گرچه این کتاب‌ها طرفداران زیادی در میان مخاطبان عام یافته و بارها درست و نادرست مورد نقادی‌های ادبی واقع شده است. وقتی نیچه گریست مدال طلای باشگاه مشترک المنافع کالیفرنیا را برای بهترین رمان سال 1993 کسب کرد. من آنها را با هدف ایجاد سبکی جدید، یعنی رمان آموزشی، به رشته تحریر درآوردم. این کتاب‌ها به 15 تا 20 زبان ترجمه شده و در خارج از امریکا نیز مورد استقبال قرار گرفته است. نشر بیسیک بوکس در سال 1997 کتاب منتخبی از آثار یالوم را به چاپ رساند که علاوه بر عبارات کلیدی هر کتاب، نظرات شخصی در مورد جلاد عشق، وقتی نیچه گریست و دراز کشیدن بر مبل راحتی را هم در بر دارد و میتواند به عنوان مقدمه‌ای برای متخصصان بهداشت روانی مورد استفاده قرار گیرد. همکنون نیز روی رمانی درباره شوپنهاور کار می‌کنم. همسرم میریلین دکترای خود را در رشته ادبیات تطبیقی فرانسه و آلمانی از دانشگاه جانز هاپکینز دریافت کرده و به عنوان استاد دانشگاه و نویسنده فرد بسیار موفقی است. 4 فرزندم که همگی در منطقه ساحلی سان فرانسیسکو زندگی می‌کنند، هر یک شغل‌های متنوعی را از پزشکی گرفته تا عکاسی، نویسندگی خلاق، تئاتر و روانشناسی بالینی برگزیدند، برگرفته از پایگاه اینترنتی شخصی نویسنده. اما یادداشت مترجم خانم دکتر سپیده حبیب. مطالعه کتاب وقتی نیچه گریست را درست پس از پایان دوره تخصصی روانپزشکیم آغاز کردم. پس از گذراندن امتحانات دست کم تا 1-2 ماه خود را از هر مطالعه تخصصی معاف می‌دیدم و به همین دلیل به رمان روی آورده بودم. ولی اتفاق باعث شد رمان هم تخصصی از آب درآید. هنگام مطالعه آن خاطره یکی از نخستین روزهای دوره دستیاری زنده شد.
2-3 روزی بود که به عنوان دستیار روانپزشکی سال اول کار در بخش بیماران بستری را آغاز کرده بودم که پس از عیادت یک بیمار با سوال استاد روبرو شدم. شاید کمی زود باشد، ولی می توانید اصطلاح انتقال و انتقال متقابل را دریافت کنید؟ بله، می توانستم، چون اتفاقاً درست شب پیش این 2 اصطلاح را مرور کرده بودم. انتقال، انتظارات، باورها و پاسخهای هیجانی است که بیمار در رابطه پزشک بیمار وارد می کند و انتقال متقابل برعکس به انتظارات، اعتقادات و پاسخهای هیجانی گفته می شود که پزشک در رابطه میان پزشک و بیمار وارد می کند. از من خواسته شد مثالی بزنم که زدم، به همین سادگی. تصور می کنم این نخستین سوالی بود که در دوره دستیاری با آن مواجه شدم. ولی حقیقت این است که درک این 2 اصطلاح به زمان و تجربه بیشتری نیاز داشت. رمانی که در دست داشتم چنان به زیبایی به این 2 مفهوم و مفاهیم بنیادین ارتباط پزشک بیمار می پرداخت که بی اختیار آرزو کردم کاش آن را در ابتدای دوره آموزشی روانپزشکی خوانده بودم. امروزه آموزش غیر مستقیم یکی از موفق‌ترین روش‌های آموزشی در رده‌های سنی مختلف شناخته شده و آروین یالوم، استاد روانپزشکی دانشگاه استنفورد، از نخستین کسانی است که با نوآوری در زمینه تألیف رمان آموزشی توانست آموزش غیر مستقیم را به دوره‌های تخصصی روانپزشکی نیز وارد کند. کتاب به رویارویی خیالی فریدریش نیچه، فیلسوف نامی، و دکتر یوزف بروبر می‌پردازد. بروبر که شهرتش در علم طب کمتر از آوازه نیچه در فلسفه نیست، از اساتید زیگموند فروید، پدر دانش روانکاوی، محسوب می‌شود. اینکه چرا نیچه قهرمان این داستان شده و محور توصیف رواندرمانی اگزیستانسیال قرار گرفته است، خود داستانی شنیدنی دارد که در بخش از نثر تخصصی تا رمان آموزشی از زبان نویسنده خواهید خواند. دکتر یالوم در خلال این داستان جذاب به توصیف درمانهای رایج وسواس فکری می‌پردازد که هر 2 شخصیت داستان به نوعی گرفتار آنند و از رفتار درمانی و خوابواره تا شناخت درمانی کمک می‌گیرد، ولی در نهایت روش رواندرمانی اگزیستانسیال است که کتاب بیش از هر چیز در پی توصیف آن است. در این میان فروید نیز جابجا در داستان حاضر می شود و به تعبیری الفبای دانشی را که بعدها به عنوان شاخه جداگانه‌ای از علم مطرح کرد از استاد فرا می گیرد. در این رمان یالوم با احاطه کامل به تاریخ داستان را چنان می آراید که خواننده را با خود به سده 19 و زمان زایش دانش روانکاوی می کشاند. امروزه با پیشرفت علوم و روزآمد شدن اطلاعات خصوصاً در حرفه پزشکی، بسیاری از ما فراموش کرده ایم که پیشکسوتان از کجا آغاز کردند و چگونه اندیشیدند تا توانستند نخستین سنگ هر دانشی را بنا نهند. یالوم گروه درمانگر و رواندرمانگر اگزیستانسیال یا تیزبینی خاص خود و با بیان جزئیات کار دکتر بروبر، هنر توجه به رفتار غیر کلامی بیمار را به پزشکان و روانپزشکان جوان می‌آموزد. اینکه در جزئیات چهره، لباس، لحن و کوچکترین حرکات صورت و اندام بیمار نشانه‌هایی در خور توجه موجود است که اطلاعات ذی قیمتی در اختیار طبیب قرار می‌دهد. کتاب به نوعی گوش دادن فعال را نیز رمزگشایی می‌کند و نمونه تجربی جالبی از آن ارائه می‌دهد. نویسنده از زبان دکتر برویر تمامی آنچه را که در حین معاینه و مصاحبه با بیمار در ذهن طبیب جریان دارد به ذهن آگاه خواننده می‌کشاند و یاد می‌دهد که طبیب آراسته به هنر طبابت این جریان ذهنی را آگاهانه در خویش دنبال می‌کند و از آن برای کمک به بیمار یاری می‌گیرد. همینجاست که کتاب بارها و بارها
به بیان تجربی مفاهیم انتقال و انتقال متقابل می‌پردازد. نمونه‌های این دو چنان فراوانند که خواننده کنجکاو را در سطر کتاب به خود می‌خواند. جالب اینجاست که یالوم روش‌های رویارویی با این پدیده‌ها را نیز در لابلای خطوط داستان و سایر کتاب‌هایش به خواننده آموزش می‌دهد. در واقع یالوم را می‌توان به حق آموزگار این دو مفهوم اساسی نامید. او خود در جایی گفته است: بهترین تنیس بازان دنیا 5 ساعت در روز تمرین می‌کنند تا نقاط ضعف بازی خود را رفع کنند. اساتید زن با اشتیاق حاضرند در سکون بیپایان ذهنی فرو روند. اساتید زن یا زن اون حالتی از سکون هستش. یک بالرین حفظ تعادل را در خود به کمال می‌رساند. کشیش همواره در حال آزمودن وجدان خویش است. هر حرفه تخصصی دارای قلمرویی است که شخص برای متخصص شدن لازم است در آن تبحر یابد. برای یک رواندرمانگر این قلمرو دوره آموزشی خستگی ناپذیر بهسازی خویش است که هرگز از آن فارغ التحصیل نمی شود، همان که به اصطلاح انتقال متقابل خوانده می شود. نویسنده در توصیف رفتار برویر نحوه برقراری یک رابطه درمانی درست را آموزش می دهد. رابطه‌ای که شکل نمی گیرد مگر با برقراری تعادل میان 3 نقش محوری طبیب: شنونده همدل، متخصص و فرد دارای اقتدار درمانی. هنری که برویر یا بروبر در ارتباط با مراجعان مطبش حتی زمانی که درمان بیماری از حیطه تخصصیش خارج است و کار به ارجاع بیمار می انجامد به کار می گیرد و متاسفانه در طبابت امروز رو به فراموشی است. خلاصه اینکه کتاب خوانندگان خود را خواهد یافت و این یادآوری ها تنها با این نیت انجام شد که دقت خواننده را هنگام مطالعه متن دوچندان کند. کتاب وقتی نیچه‌گری سال گذشته از زبان آلمانی به فارسی برگردانیده شد و توسط نشر نی در اختیار دوستداران کتاب قرار گرفت، ولی از آنجا که در معرفی آن بر جنبه آموزشی کتاب و شناخت نویسنده تأکیدی نشده بود، از دید بسیاری از خوانندگان تخصصی دور ماند. چاپ این کتاب ادامه کار ترجمه را از نسخه انگلیسی زبان اصلی کتاب با تردید روبرو کرد، ولی در نهایت با توجه به اهمیتی که نویسنده به آموزشی بودن رمان‌هایش می‌دهد و نیز لزوم شناساندن او و سبک خاصش به خواننده فارسی زبان، برآن شدیم تا کار را به اتمام برسانیم. لازم به ذکر است که پانویس‌ها عمدتاً برگرفته از دایرةالمعارف بریتانیکا و دستنامه جامع روانپزشکی کاپالان و سادوک است. در معدود مواردی هم که نویسنده عیناً از عبارات کتاب چنین گفت زرتشت در متن استفاده کرده، برگردان استاد داریوش آشوری مورد استفاده قرار گرفته است. بخش انتهایی کتاب با عنوان از نثر تخصصی تا رمان آموزشی گزیده‌ای از فصل‌های 8، 9 و 10 کتاب منتخبی از آثار یالوم است که به چگونگی شکل‌گیری این رمان از زبان نویسنده می‌پردازد. املای فارسی تمام اسامی موجود در کتاب به پیشنهاد دوست و همکار گرامیم آقای آرش حجازی، مدیر نشر کاروان، از کتاب فرهنگ تلفظ نام‌های خاص تألیف آقای فریبرز مجیدی و بر اساس تلفظ آن نام در کشور مبدأ انتخاب شده است. از ایشان برای این پیشنهاد و کوششی که خود و همکارانشان در چاپ این برگردان کرده‌اند صمیمانه سپاسگزارم. میماند یک تشکر خانوادگی از خواهر نازنینم سوزان که کتاب را به من معرفی کرد. سپیده حبیب، آبان ماه 1382. در ابتدای کتاب شعری از چنین گفت زرتشت: ای بسا کس که زنجیر خویش نتواند گسست، اما بند گسل دوست خویش تواند بود. سوختن در آتش خویشتن را خواهان باش، بی خاکستر شدن کی نو توانی شد.
اما در انتهای کتاب یکی یادداشت نویسنده هستش و یکی پرسشنامه‌ها و پاسخ و نتیجه این کتاب هستش که با توجه به زمانی که ما داریم خیلی نمیتونم همه رو بخونم، ولی یادداشت نویسنده و یکی دو صفحه از نتیجه رو برای شما خواهم خوند. اما یادداشت نویسنده: فریدریش نیچه و یوزف برویر هرگز ملاقاتی نداشتند و البته رواندرمانی نیز از رویارویی آن دو زاده نشد. با وجود این، زندگی شخصیت‌های اصلی داستان بر واقعیت استوار است و حوادث عمده رمان از تعلمات روحی برویر، ناامیدی نیچه، آنا او و لو سالومه گرفته تا رابطه فروید با برویر و شکل‌گیری رواندرمانی، همه از نظر تاریخی در سال 1882 به وقوع پیوستند. فریدریش نیچه در بهار سال 82 توسط پل به لو سالومه جوان معرفی شد و این ملاقات در ماه‌های بعد به عشقی پاک، سوزان و گذرا منتهی شد. لو سالومه بعدها به عنوان روانکاو و نیز نویسنده‌ای برجسته مشغول به کار شد. او به دلیل دوستی نزدیکش با فروید و نیز روابط عاشقانه‌اش خصوصاً با شاعر آلمانی راینر ماریا ریلکه مشهور است. رابطه نیچه با لو سالومه به دلیل حضور پرره و نیز کارشکنی‌های خواهر نیچه الیزابت پایانی مصیبت‌بار داشت. نیچه سالها با اندوه عشق از دست رفته و نیز اعتقاد به خیانتی که به او شده دست به گریبان بود. در ماه‌های پایانی سال 1882 که داستان ما در آن می‌گذرد، نیچه عمیقاً افسرده و در شرف خودکشی بود. نامه‌های ناامیدانه‌اش به لو سالومه که بخشی از آنها در کتاب آمده است حقیقی‌اند، گرچه معلوم نیست کدام نامه حقیقتاً فرستاده شده و کدام در حد یک پیشنویس باقی مانده است. نامه واگنر به نیچه نیز که در فصل نخست آمده معتبر است. درمان طبی برتا پاپنهایم با نام مستعار آنا او در سال 1882 همه توجه یوزف برویر را به خود معطوف کرده بود. در نوامبر همان سال مشکل این بیمار را برای دوست و دانشجوی جوانش زیگموند فروید که رفت و آمد زیادی به خانه برویر داشت مطرح کرد. حدود 20 سال بعد در کتاب مطالعاتی در هیستریا، آنا او توسط فروید و برویر به عنوان نخستین نمونه بیماری توصیف شد. این کتاب آغاز انقلاب روانکاوی خوانده شده است. برتا پاپنهایم نیز مانند لو سالومه زن برجسته‌ای بود. سالها پس از درمان به عنوان یکی از پیشگامان مددکاری اجتماعی چنان به شهرت رسید که پس از مرگ در سال 1954 تمبر یادبودی با نامش در آلمان به چاپ رسید. هویت او با نام آنا او برای عموم ناشناخته بود تا اینکه ارنست جونز در سال 1953 در کتاب خود به نام زندگی و آثار زیگموند فروید آن را پاش ساخت. آیا یوزف برویر تاریخی دچار وسواس شهوانی نسبت به برتا پاپنهایم بوده؟ از زندگی خصوصی برویر اطلاع کمی در دست است، ولی مدارک موجود این احتمال را رد نمی‌کنند. گزارش‌های ضد و نقیض تاریخی در یک مورد مشترکند و آن اینکه درمان برتا پاپنهایم توسط برویر احساسات نیرومند و پیچیده‌ای در هر دو طرف برانگیخته بود. برویر چنان دل مشغول بیمار جوانش شده بود و برای ملاقاتش وقت می‌گذاشت که موجب رنجش و حسادت همسرش ماتیلده شد. فروید آشکارا از درگیری عاطفی برویر با بیمار جوانش برای خاطره‌نویس خود ارنست جونز گفته است و نیز در نامه‌ای به نامزدش مارتا برنایس اطمینان داده اتفاقی که برای برویر افتاده است هرگز برای او تکرار نخواهد شد. برویر مادرش را که برتا نام داشت در سنین کودکی از دست داده بود و به نظر جورج پولاک روانکاو
شاید واکنش شدید او نسبت به برتا ریشه در این مسئله داشته است. گزارش حاملگی هذیانی و نمایشی آنائو، هراس برویر و پایان شتابناک درمان سالهاست که به عنوان بخشی از علم روانکاوی تدریس می شود. فروید در نامه‌ای به رمان‌نویس اتریشی اشتفان تسوئیک برای نخستین بار ماجرا را نقل کرد و ارنست جون نیز آن را در زندگی نامه فروید تکرار کرده است. اخیراً در سال 1990 این مدارک توسط آلبرشت هیرشملور نویسنده زندگی نامه برویر زیر سوال رفته. او تمامی ماجرا را افسانه‌ای ساخته فروید دانسته است. خود برویر هرگز موضوع را روشن نساخته و در گزارشی که در سال 1895 منتشر کرده، ابهام موجود در مورد آنائو را با بزرگ جلوه دادن تأثیر درمانش دوچندان کرده است. با وجود تأثیر بسیار زیاد برویر بر تکامل رواندرمانی، جالب است بدانید او تنها مدت کوتاهی از زندگی حرفه‌ایش را به مقوله روانشناسی اختصاص داد. علم طب نام یوزف برویر را نه تنها به عنوان پژوهشگری برجسته در زمینه فیزیولوژی تنفس و تعادل گرامی می‌دارد، بلکه او را پزشک زبردستی می‌داند که طبیب نسلی از مشاهیر وین زمان خود بوده است. نیچه در تمام طول عمر از سلامت چندانی برخوردار نبود. گرچه در سال 1889 رسما در بستر بیماری لاعلاج زوال عقل توأم با فلج نوعی سیفیلیس درجه 3 افتاد که مرگش را در سال 1900 رقم زد. اجماع تاریخ نویسان بر آن است که در تمامی عمر از بیماری دیگری نیز رنج می‌برده است. این احتمال وجود دارد که نیچه نوعی میگرن شدید بوده است. تصویری که من از بیماری او ارائه دادم برگرفته از مشاهدات اشتفان تسوئیک و یادداشت‌های اوست. نیچه به دلیل این بیماری با پزشکان زیادی در سرتاسر اروپا مشورت کرده بود و بسیار محتمل بود که به یوزف برویر بلند آوازه نیز معرفی شود. از شخصیت لوسالومه بعید است با پریشانی به برویر نامه بنویسد و برای نیچه درخواست کمک کند. بر اساس توصیفی که تاریخ نویسان از او ارائه داده‌اند، او زنی نبوده که دستخوش احساس گناه شود و معروف است که به روابط عاشقانه زیادی بدون کمترین افسوس پایان بخشیده است. او در اغلب موارد رازداری را ترجیح داده و دست کم تا آنجا که من اطلاع دارم هرگز در ملأ عام به رابطه خصوصیش با نیچه اشاره نکرده است. از نامه‌های او به نیچه چیزی باقی نمانده است. احتمالاً این نامه‌ها توسط الیزابت خواهر نیچه که عداوتش را با لوسالومه عمری ادامه یافت نابود شدند. لوسالومه واقعاً برادری به نام ینیا داشته که در سال 1882 در وین به تحصیل طبابت مشغول بوده است. با وجود این بعید است برویر در آن سال مورد آنائو را در یک نشست دانشجویی مطرح کرده باشد. نامه نیچه به پترگاست دوست و ویراستار نیچه و فصل 12 گفته و نامه الیزابت به نیچه که فصل 7 گفته هر دو ساختگی هستند. کلینیک لوزون و نیز شخصیت‌های فیشمان و ماکس نیز ساخته ذهن نویسنده‌اند. گرچه برویر شطرنج‌باز قهاری بود. تمام رویاها جز دو رویای نیچه، یکی آنکه پدرش از گور برمیخیزد و دیگری مرگ پیرمرد، زاییده خیالند. در سال 1882 علم رواندرمانی هنوز زاده نشده بود و البته که نیچه هرگز رسما به آن نپرداخت. ولی در بازخوانی من از آثار نیچه توجه عمیق و معنیدار او به خودشناسی و خودسازی مشهور است. برای حفظ انسجام تاریخی به استفاده از آثار پیش از سال 1882 خصوصاً انسانی، زیادی انسانی، اندیشه‌های نابهنگام، سفید دم و دانش طربناک بسنده کردم. با این فرض که اندیشه‌های بنیادین چنین گفت زرتشت که از نظر زمانی چند ماه پس از پایان کتاب نوشته شده است نیز در ذهنش می‌جوشیدند.
در نوشتن این کتاب خود را مدیون ون هاروی، استاد مطالعات مذهبی دانشگاه استنفورد می‌دانم. برای شرکت در دوره عالی نیچه شناسی، ساعتها مناظره تخصصی و خواندن نقادانه نوشته‌هایم رهین منت اویم. از همکارانم در گروه آموزشی فلسفه، خصوصاً اکارت فورستر، داکوین فورستال، برای کلاس‌های مربوط به فلسفه و پدیدارشناسی آلمان سپاسگزارم. از همه کسانی که پیشنهادی درباره این نوشته دادند، مورتون روز، هربرت کنز و تعداد زیادی نویسنده و اعضای هیئت تحقیق زندگی نامه‌نویسی به سرپرستی باربارا بیکاگ و دایان میدلبروک تشکر می‌کنم. بتی واده بانکوور، کتابدار کتابخانه تاریخ پزشکی دانشگاه استنفورد، در این پژوهش کمک ارزشمندی ارائه کرده و در نهایت اسامی زیادی رو آورده که در نوشتن این کتاب بهش کمک کردن و من خط آخرش رو میخونم که همسرم میریلین که همواره نخستین و سرسخت‌ترین منتقدم بوده است، در این کتاب سنگ تمام گذاشت و نه تنها به نقد مداوم نخستین تا واپسین پیشنویس کتاب پرداخت که حتی نام کتاب نیز پیشنهاد اوست. اما آخرین صفحه از این کتاب رو میخونم که نتیجه این کتاب رو مشخص کرده. چه کسی بیمار و چه کسی درمانگر است؟ هری استوک سالیوان، یکی از تأثیرگذارترین نظریه پردازان روانپزشکی امریکا، رواندرمانی را این گونه تعریف می کند. گفتگو درباره موضوعات خصوصی میان دو نفر که یکی از آن دو مضطرب‌تر از دیگری است. سالیوان ادامه می دهد که اگر درمانگر بیش از بیمار دچار اضطراب شود، او بیمار می شود و بیمار درمانگر. یونگ معتقد است تنها یک درمانگر زخمی می تواند به راستی بهبودی ببخشد. یونگ از این هم فراتر می رود و می گوید وضعیت درمانی مطلوب زمانی حاصل می شود که بیمار مرهمی مناسب زخم درمانگر بیاورد. اغلب پیش می آید که درمانگران یک جلسه درمانی را با دلی غمگین و اضطرابی بیش از بیمارانشان آغاز کنند. من بارها تجربه کردم و اغلب جلسه را با احساس بسیار بهتری به پایان بردم. در واقع مانند دایون، همان شفادهنده پیرتر در داستان ماگیستر لودی، شاید من هم به اندازه بیمارم نفع برده باشم. چطور چنین چیزی ممکن است؟ چطور ممکن است بدون کمترین اشاره به ناراحتی خود از درمان سود ببرم؟ شاید این احساس محصول رفتار نودوستانه است، به این معنا که من از طریق کمک به دیگران یاری شدم. یا شاید احساس بهتری دارم، چون در مقام یک درمانگر احساس مفید بودن می کنم، به این معنا که به خود یادآوری می کنم در کاری که انجام می دهم واردم. شاید هم احساس بهتری می کنم، چون در آبهای شفابخش رابطه صمیمی که خود به ساختن آن کمک کردم تعمید داده می شوم. و این بسیار زیباست این کتاب. امیدوارم همینقدر که تونستم برای شما بخونم. سعی کردم که بیشترین قسمت‌های نتیجه گیری رو برای شما بخونم که فرصت به من که اجازه بیشتر رو نمیده. اگر از این کتاب و از مبحث‌های روانشناسی و رواندرمانی و روانکاوی خوشتون میاد، میتونین این کتاب رو تهیه کنید. بسیار به شما کمک میکنه و این کتاب رو بخونید و لذتش رو ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.